لخت کیو دوست داری ببینی؟ نفر اول سورپرایزتون میکنه. گلش همه با تناز لختش قشنگ. تناز لختش. و شما واقعا برای اینکه پیکر یک دختر ایرانی دست عراقی ها نیفته 3 شهید دادید. بله. چی بود ماجراش؟ از ستاد گلدان به من خبر دادن که یک دختر ایرانی را به یک تیر آویزان کردن. باید بریم بیارمش. سیاره خودش اقدام کننده همینه. حتی میره پای این تیر وای میسته، یه نفر میره شونش، بعد میره از بالا تنابش میبره میاره پایین. میپیچونن پتو ملافه برانکات آوردن. همونجا در همون عملیات 2 نفر شهید شدن. سومی هم هست. سومی مجروح جنگی شدیده، میاد بعدن شهید میشه.